اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. القارعة القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آن حادثه کوبنده و چه حادثه کوبنده ای، و تو چه میدانی که حادثه کوبنده چیست؟ آن حادثه همان روز قیامت است، روزی که مردم مانند پروانه های پراکنده خواهند بود و کوهها مانند پشم رنگین حلاجی شده می‌گردد. اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه. اما کسی که در آن روز ترازوهای اعمالش سنگین است، در یک زندگی خشنود کننده خواهد بود. و اما من خفت موازینه امه هاویه و ما ادراک ما هیه نار حامیه. و اما کسی که ترازوهایش سبک است، پناهگاهش حاویه دوزخ است. و تو چه میدانی حاویه چیست؟ آتشی است سوزان. صدق الله العلی العظیم.